سلام بیننده ارجمند. بنا به گزارش‌های گوناگون مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده‌ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن عائله‌های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزند و والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کار نمیکنند یا خودشان هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی عائله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبن استیراد، تحلیلگر مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را آموخته است که آیا عائله‌های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند؟ فقط منتظر میشوند و یا هیچ کاری نمیکنند یا برعکس گوشه از زندگی را به قول خودشان به دست میگیرند؟ شما در تحقیقی که درباره زندگی عائله‌های مهاجران در ناحیه همدانی با نام نشستن و انتظار شدن داشتید، میگوید که این خانواده‌ها بیکار نمیشینند و به نوعی در بودجه خانواده و جامعه خودشان سهم میگذارند. همین گفته خود را شرح میدادید؟ Yes, thank you. So I think that we have portrayed migrants as تشکر. ما مهاجران را چنین تصویر میکنیم که فقط آنها میروند و کار میکنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان میمانند فقط منتظر مینشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن میشمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار میشویم ولی آرام نمی نشینیم. تلفنمون را تفتیش میکنیم، اطلاع میگیریم، با آدمان گپ میزنیم. اونچه که من در تاجیکستان دیدم این است که آنهایی که در داخل میمونند و منتظر بازگشت مهاجران میشوند، آنها بیکار نمیشینند. زندگیشون را ادامه میدهند. مثلا کودک را نگاهبین میکنند، خانه را پاک میکنند، میپزند، آب میکشند. برای کار خانه ساعتهای بسیار زیاد ضرور است. تنها ما سالهای اخیر درک کردیم که ما قدری آنهایی را نمیدانیم که کار خانه میکنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که نگاهبین خانه، انسان دوستی، غمخواری و احساس و در تاجیکستان مهمان نوازی چقدر برای درک اقتصاد و سودمند بودن انسان مهم است. از این رو وقتی مردم منتظر بازگشت مهاجران هستند، خانه پاکیزه میکنند، میپزند، مهمانان و همسایگان را پذیرایی میکنند و بیکار نمیشینند، زندگی میسازند و حلقه ارتباطی میآفرند که برای یافتن جای کار، ازدواج و ادامه زندگی جامعه مهم است. خب چرا با وجود آن که بعضی از این عائله‌های مهاجران از صبح تا شام در خانه و در کشتزارها کار میکنند، میگویند که بیکار میشینند و انتظار میشوند؟ I think that it is because traditionally labor such as having a baby and looking after a baby and looking after children. به نظر من عادتاً کارهای به مثل کودکداری، پرورش طفل و نگاهبینی آنها، کمک به کودکان در اجرای وظیفه خانگی، پختن، پذیرایی مهمان به معنی تام کار و یا کاری سودمند به حساب نمی رود. یعنی این کارها فقط در خانه انجام می شوند و پول نمی آورند. عادتاً در تاجیکستان کار در کارخانه و یا جایی که معاش دارد کاری بیشتر سودمند به حساب می رود. ولی تحقیقات در آسیای مرکزی و بیرون از آن نشان دادند که بدون کاری خانه، کاری اجتماعی، مهمانداری و یا ارتباط اجتماعی، پیشبرد زندگی جامعه امکان ناپذیر است. در تاجیکستان علاقه های خویشاوندی وسیع کردن آنها و از طریق خویش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کاری حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد. یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظر عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر آن که مهاجر با پول بیاید و آنها نقشه‌های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیر خانه را عملی کنند؟ I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members. به نظر من هر دو. مردم گاه منتظر مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضو عائله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند.
بعضا منتظر مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظر هر دو میمونند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زورآوری می‌بینند. اما به نظر من در تمام عائله‌ها مثل هر جای دیگر غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر. دوست می‌دارند، غمخوری می‌کنند. برای همین البته زنها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند می‌شوند. از این رو جنبه‌های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاستگذاری‌ها تحقیق شود. البته رابطه‌ها گاهی کنده می‌شوند. من حالت‌هایی را دیدم که عائله‌ها تا 10 سال منتظر عزیز خود می‌مانند، ولی آنها بر نمی‌گردند یا ناپدید می‌شوند و یا در روسیه دیگر باره ازدواج می‌کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد، ولی باید به این نوبت گرفت که آنها منتظر مهاجر و دیدار او می‌شوند. برای آنها جشن برگزار می‌کنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده‌ها و جامعه است. And of course, with this comes an economic aspect to keep community life going. آیا یگان نفری از عائله‌های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون اجداد کردن خسته شده است یا مانده شده است؟ Yes, sometimes they express that they feel tired, that they feel bored. البته گاهی میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل‌های ختلان که کار می‌کردم میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سیر شدند. این بخصوص وقتی می‌شود که برنامه‌هایشان به تأخیر می‌افتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار می‌کنند یا پولشان را غارت می‌کنند یا پولشان گم می‌شود و آنها نمی‌توانند با پولی که فکر می‌کردند به دست می‌آورند برگردند. برای همین آنها مجبور می‌شوند به جای 1 سال 2 سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه‌هایشان را لغو می‌کنند. مثلا طوری که در عهد کووید شد. آن وقت برگشتن به نزد اهل عائله مشکل بود. به خصوص وقتی یک مادر میگوید که 2 ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تأخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده می شود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت می کنند. مهاجرت به رابطه عائله ها، به مناسبت عائله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سبب کم شدن مهر و محبت بین یکدیگر نمی شود بین مهاجر عائله آنها در تاجیکستان؟ Yes, of course. There is an impact of migration in family bonds in Tajikistan and in other contexts too. البته تأثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر می‌گذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم می‌خواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر میشوند و کودکانشان را هنگام تولد نمیبینند. فرزندانشان را ببینند. البته این تأثیر می‌گذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از جنبه‌های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می‌یابند. So maybe we need to start looking through different lenses of how these families are developing in positive and other not really positive ways. آیا عائله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن یگان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان یگان کار یابد؟ Yes, sometimes some people find jobs in Tajikistan. گاه بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار می‌یابند وابسته به آنکه در کجا زندگی می‌کنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموما شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمی‌یابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری می‌دهند. من همچنین با بسیاری از مردانی ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند.
بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و برمیگردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می یابند ولی مزد خوب نمی گیرند یا گاه کارهای موسمی می یابند که چندان درآمد زیاد ندارند. شما در تحقیق خود میگویید که بعضیشون نمیخواهند همراه تمام عائله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمیخواهند عائله همراهشون باشه؟ It is difficult life in Russia, for example. I went to visit some of people from Khatlon who were working in Moscow. زندگی در روسیه مشکل است. من به دیدن بعضی از بچه‌های از ولایت ختلون به ساختمان‌های مسکو رفتم. بعضن آنها برای خود حجره اجاره نمی‌کنند. در محل کارشان در ساختمان زندگی می‌کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست، آنها 3-4 ماه را در محل کارشان سپری می‌کنند و یا در 35 یا 10 چکی به آنجا عائله‌هایشان را آوردن نمی‌توانند. سندها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می‌دانند که ممکن است زن و فرزندان آنها را در برابر شرابخوری، حمله‌های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادن بچه‌ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی عائله‌ها می‌روند، به خصوص پامیری‌ها که عائله‌هایشان را به روسیه می‌برند. اما در جای‌هایی که من کار کردم، به خصوص ختلون، مردم به مهاجرت می‌روند و زنان در خانه در تاجیکستان می‌مانند. و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسز که به خانه میفرستند اعضای عائله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟ It depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is این به خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به این نوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضا با برادرشان می روند، با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند، رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آنکه اعضای عائله در خانه تنبل هستند، بعد آن سر میزند که مهاجر احساس میکند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلانی شنیدم که برای تحصیل برادری خردی پول میپردازند و اگر آنها فهمند که برادرشان درست نمیخواند یا به والدان کمک نمیرساند، بعد شکایت را سر میکنند که من برای درس تو پول میدهم، تو تنبلی، هیچ کار نمیکنی. این به خانواده ها وابسته است. عائله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در آنجا کم است. سوال آخر، یک سوال بیرون از مهاجرت. شما آخران دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتان آمد و یا معقول شد و یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی را هم اندکی میدونن. من در واقع تاجیکستان را دوست داشتم. منظره ها، کوه، کولها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود را می دادند. برای من تجربه شگفت‌انگیزی بود. آنچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاهی نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای طبابت نیست. شفاخانه ها اساساً در پایتخت هستند و آنهایی که در بیرون از پایتخت زندگی می کنند باید به مرکز بیایند و پول بسیاری به طبیبان بدهند. و این بسیار غم انگیز است، چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند. تشکر زیاد خانم ایبان استیراد برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی. ایبان استیراد مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت با ما صحبت میکرد. مهاجرت عائله‌های تاجیک را تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون را همینجا زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.